بازی تا لحظه دیگر آغاز خواهد شد. سپیدپوشان کشورمون از چپ به راست خواهدن. بعدم استقبال نشده از این مسابقه قطریه که خیلی حال و حوصله ورزشگاه اومدن ندارن. بیشتر سکوها رو حداقل این نمایی که ما می‌بینیم و پر کردن. ببینیم چه اتفاقی در این مسابقه رخ خواهد داد. حتی علی کریمی بود که توپ از دست داد. دوباره یه پاس دیگه پشت مدافعان. این آفساید نیست. موقع به بازیکن قطر و توپی که توی دروازه قرار میگیره. گل برای تیم قطر. خیلی خطرناک بود آفسایدگیری‌های ما. احمد علایالدین حساب کار 1-0 میکنه. با هم ببین آفساید بود یا نه. نه نبود. پاس پشت مدافعان و این توپی که از بین پای اخباری عبور کرد. 1-0 تیم قطر جلو میفته. دست و پای گجتی اخباری هم به کمکش نیامد و لایی خورده این صحنه. سه حمله به تیم قطر خطرناکه. دوباره دارم میخوام بنازن به عمق خط دفاع ما. این کارم انجام میده. از دروازه بیرون میاد. یه لحظه اونجا اخباری برگشته و توپ هم بازیکن قطر بدون که عجله داشته باشن با هم دیگه پاسکاری میکنند. قطر گزینه‌ام زیاد داره برای تعویض کردن. مهرداد محمدی هم در جلو خیلی خوب بازی نکرده در این مسابقه. بازیکن قطر دوباره میبرن به سمت راست زمین. اونجا البته کم تعداد هستن در نزدیکی‌های محوطه. تو سر توپ مقطع بازیکن قطر و این توپ که اخباری در 2 مرحله توپو میگیره. نفس راحت هم کشید و از اینکه دیدید توپ به سمت دروازه نمیره. دفاع کناری ما یکم دارن پر اشتباه نشون میدن. این توپیست که اخباری اونو گرفت. این دیگه آخرین فرصت ماست برای اینکه نتیجه رو تغییر بدیم در ثانیه‌های پایانی نیمه اول. انجام میشه روی دروازه و ضربه سری که از بالای دروازه ارسلان مطهری به بیرون میزنه. کنانی زادگان دوباره آوانتاژ خوب میده پشت محوطه جریمه. یه پاس پشت مدافع موقع تیم ایران. یه ضربه زاویه بسته. چقدر خوب کار کرد ارسلان مطهری. ضربهش از زاویه کاملا بسته زد. تو به تیر دروازه اصابت کرد و به دروازه‌بانم خورد و به بیرون رفت. یه بار دیگه با هم ببینیم. این پاس بسیار خوبی است که در عمق داده میشه. ارسلان مطهری اینجا از زاویه کاملا بسته ضربه رو زد. دروازه‌بانم اصلا مطمئن نشون نداد. شانس آورد که گل به خودی برای دروازه‌بان ثبت نشد. به دستش به تیر و به سرش خورد و اینجوری راهی کورنر شد. باورش نمیشه ارسلان که اینقدر بدشانس بوده در این صحنه و دروازه باز نشد. کورنر چرا نگرفت دیگه؟ نقیزاده توپ از دست میده. یه حرکت خطرناک. آفساید هم نیست. مدافعان سریع باید برگردن. در محوطه جریمه تکل عالی زده میشه. اونجا کماکان موقعیت برای بازیکن قطر نتونستن ضربه بزنن و توپ اخباری میگیره. توپ با سر برمیگردونه. یه بار دیگه اشتباه از مدافعان ما. کنانی زادگان جا مونده. اوه عجب خطرناکه این توپ و گل نشد. چقدر پر اشتباه هستن مدافعان ما. مدافع ما و راحت میندازن پشتشون و موقعیت ایجاد میکنن. این توپ میاد روی دروازه و گل دوم دوباره همون حسن عبدالکریم میزنه. 3 گله میشه در این تورنمنت. تیر 2 حسن عبدالکریم تا الان تفاضل ما هم داره وضعیت بدی پیدا میکنه. روزبه چشمی داره صحبت میکنه با خط دفاعی ما و واقعا تیم ما تعویض لازمه در این شرایط. با هم نگاه که توپ میاد از همه عبور میکنه و چقدر راحت. برای بار دوم اینجوری دروازه رو باز میکنه. بازی قبل همینجور خوب میومد اضافه میشد و 2 گل هم تونست به ثمر برسونه. حالا 3 گله میشه در این تورنمنت. مدافع پیش تاخته قطریا حسن عبدالکریم.
گوشه زمین. حیدریه یه ساعت خوب انجام میده روی دروازه، ضربه سرش هم خوب بلند شد و زد. حالا با تعویض انجام بشه. خب ترابی هم به بازی میاد. مانع رحمانی فکر کنم با بازیکن قطر زدن که تعویض شده، اسم بازیکن قطر رو زدن. حالا دستور به ضربه، ضربه میده، موقعیت و توپی که چجوری گرفت. خیلی خوب توپو رو خط دروازه. مهند نعیمه که اینجا ضربه سر علی کریمی زد، توپ خورد به پشت ارسلان مطهری و اینجوری با توپ اومد رو خط دروازه. یه توپ بای خوب موقع بازیکن ایران پشت مدافعان در مقابل دروازه. پنالتی، بله پنالتی برای تیم ایران روی حرکتی که به خوبی انجام شد. ببینیم پنالتی رو کی میزنه. کارت زردم داور نشون میده ما میتونیم به بازی برگردیم. در این مسابقه احمد یاسر بود که اخطار میگیره. پاس میلاد ترابی. ارسلان مطهر اینجا حرکت کرد به خوبی، پاشو گیر انداخت اونجا. خطا هم بود. قشنگ اعلام پنالتی برای تیم ایران. داورم کاملا مسلط بود به صحنه، کسی ماسکش نکرده بود. و ببینیم که پنالتی رو کی میزنه. احمد یاسر. سر و صدای تماشاگران قطری در ورزشگاه. روزبه چشمی پشت تو قرار گرفته با چهره مصمم. چرا وقت میخواد بکشه دروازه‌بان. ضربه رو میزنه. اوه چقدر سیوی داشت این مهند و توپو گرفت. ترابی از یه بازیکن عبور میکنه. خود مهدی ترابی دوباره یک دو موفق. خود ترابی میتونه وارد محوطه جریمه هم بشه. پا عوض میکنه. چقدر خوبه این مهدی ترابی، چجوری بازی نمیکرد از اول تو این مسابقه. پشت محوطه جریمه. این شوت نصف و نیمه و توپی که از کنار دروازه بیرون رفت. کورنر هم ما به دست میاد. کورنرامون شد 8 تا ولی گلامون هیچی. این ضربه است که راهی کورنر شد. تو با سمت چپ برای دروازه فرستاده میشه. میاد روی دروازه. مهند توپو رد میکنه. یک ضربه نچندان جالب. آفساید و کار نیست. موقع برای میلاد کمندانی و توپی که از بالای دروازه به بیرون میزنه. یه پا قشنگ میزنه. خود ترابی وارد محوطه جریمه میشه. توپو میکاره. این ضربه به مدافعان برخورد. کنعانی زادگان در شلوغی دروازه و توپی که گل نمیشه. آفسایدم گرفته شد. مثل که قرارم نیست توی مسابقه ما گل بزنیم. پنالتی رو که خراب کردیم. با هم نگاه کنیم چقدر خوبه این مهدی ترابی. این لحظه است که آفساید به درستی گرفته شد. لحظه که ضربه را روزبه زد. کنعانی زادگان در آفساید بود. یه حرکت از بازیکن ما موقع به زدن حداقل یک گل در این دقایق و این گل زده میشه. 2-1 کم دیره و 2 دقیقه فقط وقت اضافه گرفته. فکر کنم 2 دقیقه زد فقط وقت اضافه. گلو علی کریمی زد. مهدی ترابی نزد. با هم نگاه میکنیم. پاسو مهدی ترابی داد. علی کریمی اینجا بدین شکل دروازه رو باز کرد. حساب کار 2-1 میشه. چقدر دیر زدیم گلو و حالا بیشتر حسرت پنالتی از دست رفته رو میخوریم. علی کریمی حساب کار رو 2-1 میکنه. اختلاف حداقل رسیده. موقع بازیکن قطر. این ضربه و ضربه عبدالکریم و اخباری راهی کورنر میکنه. این لحظه است که ضربه زده میشه و اخباری بدین شکل توپو راهی کورنر میکنه. عجله به ادامه مسابقه ندارند.